آقا رضا، بچه ها رو آوردن واسه خرید. بچه ها؟ این نره قولا رو میگی؟ بچه ها اول قیمت ها رو نگاه کنی، هرچی بالای 10 تومن بود دسته میزنی. از الان 5 دقیقه وقت داری خرید کنی. بعد 5 دقیقه هیچ پولی از طرف من پرداخت نمیشه. آقا جان ها. رو پل صراط هم اینطور سخت نمیگیرن. خب یه دفعه بگو خرید نکنین دیگه، چرا ما رو میپیچانی؟ یه دقیقهش گذشت. داور سوز زد. آقا رضا یه سیب شاش بده قربانتو برم. اصلیشو بدم خدمتون یا فیک؟ از همون اصلیه بده که هر ماه دارم ازت میخرم دیگه. آقا رضا یه بسته خرما مضافتی بده که افطارمون رو باش باز کنیم بابا. قیمتش چنده؟ خرما بسته 60 تومن است. 60 تومن؟ بذار سر جاش، از 10 تومن بیشتره. آقا جان آه. اگه افطارمون با پشمک حاج عبدالله باز کنیم ارزانتر در میاد. خرما 60 تومنه؟ با این وضعیتی که ما داریم فکر کنم پنجشنبه ها باید مرده ها بیان بیرون واسه ما زنده ها فاتحه بخونه و گریه کنه قربانتو برم. میگم آقا صفدر، بالاخره تونستی دست خستتون رو توی اداره بند کنی وضع مالیش رو براشه؟ ای آقا کدوم اداره کدوم کار؟ تازه الان خود کارمندای اداره هم 8شون گروه 9شونه. آخون مگه میذاره کسی دستش به آب و نون برسه؟ اونو که میدونم، ولی بالاخره این پسرت باید یه روز خود کفا بشه، باید پیشرفت کنه. میدانی آقا رضا خیلی جاها خانواده مانع پیشرفتمان شده. چطور مگه؟ مثلا من خودم یه بار داشتم مهاجرت میکردم آمریکا، سوار هواپیما که شدم، همین که کنار پنجره نشستم آقا جان بیدارم کرد، گفت پاشو برو نان بگیر. نذاش کمربندم رو ببندم. ببین خسرو، از من به تو نصیحت، مهاجرت کردن سخت است چون نمیدونی چی میشه، ولی ایران موندن سخت‌تر است چون میدونی چی میشه. آقا رضا تخم مرغاتون چند؟ شونه 70 تومن شده است. رئیسی لعنتی چش نداشت ببینه یه تخم مرغ تو سفره ملت باقی بمونه. تخم مرغ 70,000 تومن آخه. یادش بخیر اون قدیمایی که چشم میخورد براش تخم مرغ میشکستن، الان یکی تخم مرغ بخوره چشش میزنن. آقا صفدر، عید فطر نزدیکه وا. نوشابه خانواده بذارم براتون دهن بچه ها شیرین شست. یه قوطیش 15 تومن است. نوشابه 15,000 تومنه؟ دیگه توی مملکت پوکی استخوان دیابت هم نمیشه ارزون گرفت. آی خدا تا شکر. چی مملکتی هستی آخه ما؟ راستی خبر قالیبافو که شنیدین؟ خبر مرگشو؟ نه. آقا صفدر، اینا که به این سادگی نمیمیرن. منظورم خبر خرید سیسمونی لاکچریش از ترکیه بود که الان بدجوری تو مجازی ترکونده است. اوه سیسمونیشان از یکی کشورهای عضو ناتو خریدن. جواب روسیه رو چه میدن؟ مگه عظما هی نمیگه حمایت از تولید داخلی؟ معلوم شد حتی تو خونه غالیبا و کسی تره واسه شعار عظما خور نمیگونه قربانتو برم. اگر به اذن رهبرشان اینترنت صیانت شده بود الان سیسمونی قالیباف نهایتش از چاره استانبول خریده بودن، نه از استانبول ترکیه. بابا اینا تا قبل خرید سیمسونی حرفا به کمتر از لندن و پاریس رضایی نمیدادن. همین که برای خرید سیمسونی رفته استانبول معلومه شرایط زندگی مسئولی خیلی سخت شده. با هپلی هپو کردنهای قالیباف میشه یک کشور رو از اول ساخت. یه سیسمونی که دیگه چیزی نیست بابا. اینقدر ساده نباشین. اون زیزی گلو دختر سلیمانی رو یادتونه؟ آره باباشو آمریکایی کشتن، فرداش رفت آیفون 13 خرید. شعار مقاومت و نون خوش فقط واسه مردمه. آره والا راست میگی. خب بچه‌ها 5 دقیقتون تمومه، سری مغازه آقا رضا رو ترک کنیم بریم خونه. آقا جان آه. ما که چیزی نخریدیم، فقط قیمت کردیم. خوب کاری کردین، چون من پولی برای پرداخت ندارم. الان کیف پول من شبیه پیاز شده، نگاش که میکنم اشکم در میاد. راه بیافتیم بریم ببینم.